به نظرت اون مؤلفه‌ای که باعث موفقیت یا عدم موفقیت یک نفر تو جنبه‌های مختلف زندگی میشه چیه؟ جنبه‌های مختلف را در نظر میگیری، اما جواب این سوال فقط یک کلمه است: عادت. عادت مهمترین مؤلفه‌ای است که باعث رشد یا پسرفت توی زندگی میشه. ممکنه فکر کنی که این عادت باید خیلی خیلی بزرگی باشه که چنین تغییر شگرف را تو زندگیمون ایجاد میکنه، اما نه. عادتهای زندگی ساز اینقدر جزئی و اینقدر در ظاهر بی اهمیت هستن که اکثر ما حتی متوجهشون نمیشیم و دقیقاً به خاطر همینه که خیلی هرگز نمیتونن سبک زندگی موفقی را برای خودشون بسازن. سلام، من رضا دادخواهی هستم از تیم رادیو ویزا و اومدم 0 تا 100 این خلاصه کتاب عادتهای اتمیا براتون تعریف کنم. این کتاب میگه راه تغییرات بزرگ در زندگی از تغییرات جزئی زندگی میگذره و دقیقاً به خاطر همینه که اسم این کتاب عادتهای اتمی است. این کتاب سعی میکنه تا موارد را بهت بگه که در عین سادگی اغلب بهشون توجهی نشون نمیدی و توجه نشون دادن ما به اون عادت باعث میشه که چه تغییرات مثبت رو تجربه کنیم. بیشتر از این سرت رو درد نمیارم و مستقیم میریم سراغ اصل کتاب و شنیدن این خلاصه کتاب. لطفا ما را سابسکرایب کنین و اون زنگوله را فشار دهین تا از آپلود فیلم های بعدی ما مطلع شوید و با کامنت گذاشتن ما را در بهتر دیده شدن همیاری کنید. کتاب اول داستان خیلی جالب و واقعی را شروع میکنه. میگه در یکی از روزهای سال 2003 دیو برسفورد در حالی به عنوان مدیر جدید سازمان دوچرخه سواری حرفه‌ای بریتانیا منصوب شد که تیم دوچرخه سواری بریتانیا بیش از 100 سال خفت خالی را توی تمام رقابت‌های دوچرخه سواری تحمل کرده. از سال 1908 به این ور فقط یک مدال طلای المپیک سهم تیم دوچرخه سواری بریتانیا شده بود و در مسابقات بین‌المللی تور دو فرانس آنقدر اوضاع بد بود که طی 110 سال هیچ دوچرخه سوار بریتانیایی نتونسته بود حتی به پیروزی توی این رقابت نزدیک بشه. عملکرد تیم دوچرخه سواری بریتانیایی به اندازه افتضاح بود که یکی از بزرگترین تولید کننده های دوچرخه اروپا از فروش دوچرخه به این تیم امتناع کرد. چرا؟ چون میترسیدن با فروش دوچرخه به بریتانیایی ها تصور یک برنده بازنده را توی ذهن بقیه تیم‌ها از خودشون بسازن. توی چنین شرایطی برسفورد استخدام شد تا این اوضاع را تموم کنه. چیزی که برسفورد را از بقیه مربی‌های قبلی جدا می‌کرد تأکید و تعهد به استراتژی بهبودهای کوچک و جزئی. آنقدر جزئی که از صندلی دوچرخه تا نوع الکلی که به چرخ‌ها می‌مالیدن و لباسی که دوچرخه سوارها تن می‌کردن همگی عوض شدن. خودش میگفت کلیت این اصل از جایی میاد که هر آنچه به راندن یک دوچرخه مربوط می‌شود را جدا کنیم و سپس همانها را به میزان 1% بهبود بخشیم. پس از سر همبندی این اجزا بهبود قابل توجهی را متوجه خواهید شد. نتیجه این کارایی که کرد چی بود؟ فقط 5 سال و توی بازه‌ای که انتظارش هیچ کس نداشت تیم دوچرخه سواری بریتانیا 60% از مدال‌های طلای المپیک را درو کردند و توی همون سال اولین دوچرخه سوار بریتانیایی برنده مسابقات تور دو فرانس شد و این روند هم توی سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد. در طول یک دوره 10 ساله از سال 2007 تا 2017 دوچرخه سواران بریتانیایی 178 قهرمانی جهان، 66 مدال المپیک و پارالمپیک و 5 پیروزی تور دو فرانس را به دست آوردند. سوال اینجاست که برسفورد چه چیز را میدونست که مربی‌های قبلی نمیدونستند.
پاسخ در 2 کلمه خلاصه میشه: ساختار عادت ها چیزایی هستن که رفتار و عملکرد ما را تنظیم میکنن و نکته مهم درباره عادت ها اینه که اکثر ما وقتی طبق عادت کار را انجام میدیم متوجه غیر ارادی بودن کارمون نمیشیم. خلاصه کتاب عادت‌های اتمی دقیقاً روی همین دست میذاره و نشون میده که چطور میتونی عادت‌ها رو شناسایی کنی و عادت‌های بد رو حذف کنی و با پیگیری چند تا دستورالعمل ساده و تغییرات 1% در رفتارت به نتایج باور نکردنی دست پیدا کنی. در قسمت بعدی کتاب نویسنده میگه عادت‌های کوچک میتونن تأثیر شگرف رو تو زندگی بذارن. یعنی چی؟ یعنی تصور کن یه هواپیما از لس آنجلس میخواد بره نیویورک. اگه موقع بلند شدن هواپیما تصمیم بگیره جهتش رو 3.5 درجه سمت جنوب تنظیم کنه، دماغه هواپیما فقط چند فوت جابجا میشه. بیرون از کابین خلبان هم هیچکس متوجه این جابجایی کوچیک نمیشه. اما حقیقت اینه که بعد از ساعتها پرواز همین تغییر به ظاهر ناچیز باعث میشه تا مسافرها به جای نیویورک توی فرودگاه واشنگتن سیتی پیاده شن. ما متوجه تغییرات کوچیک نمیشیم چون تأثیر فوری اونها دیده نمیشن. اما اگر بدنت روی فرم نباشه و 20 دقیقه بری ورزش کنی یا بدوی، فردا بدنت تغییری نمیکنه. برعکسش هم هست. و اگه خوش‌هیکل باشی و یه پیتزای خانواده رو به عنوان وعده غذایی شام بخوری، باعث نمیشه که یه شبه اضافه وزن پیدا کنی. حالا اگه همین رفتارهای کوچیک را به طور روزانه و مرتب تکرار کنی، انتخاب‌های تو توی طولانی مدت نتایج و پیامدهای مهمی را به همراه دارن. مثلا اگه هر روز پیتزا بخوری، خب به احتمال زیاد بعد از 1 سال اضافه وزن قابل توجهی پیدا میکنی. همینطور اگه هر روز 20 دقیقه پیاده روی کنی، به مرور لاغرتر و خوش‌هیکل‌تر میشی، حتی اگه خودت هم متوجه این تغییر نشی. اگه میخوای تغییر مثبتی توی زندگیت ایجاد کنی، باید این رو بدونی که تغییر به صبر و شکیبایی نیاز داره. همچنین نیازمند اینه که اطمینان داشته باشی این عادت‌ها رو توی مسیر درست نگه می‌داری، حتی اگه نتایج فوری از اونا نبینی. اگه فکر میکنی رفتار و عادت‌هات ظاهراً به نتیجه و پیامدهای خوبی نمیرسن، سعی کن به جای تمرکز روی نتایج فعلی، روی مسیر فعلی تمرکز کنی. اگه پول کمی تو حسابت داری اما هر ماه مقداری پول پس‌انداز میکنی، پس میتونی مطمئن بشی که توی مسیر درستی قرار داری. نتایج فعلی که میبینی ممکنه عالی و مطلوب تو نباشن، اما به این مسیری که توش قرار داری ادامه بده و قطعاً در عرض چند ماه یا چند سال متوجه پیشرفت بزرگی تو زندگیت میشی. در مقابل ممکنه یه فرد میلیونر که درآمدش رو هر ماه خرج میکنه نگران وضع بانکی ماهانه خودش نباشه، اما در نهایت توی این مسیری که خودش پا گذاشته، کلید این تغییرات بزرگ توی زندگی این نیست که درگیر تحولات بزرگ بشی. نیازی نیست تو رفتار تغییر انقلابی ایجاد کنی یا خودت را از صفر بسازی. تو میتونی تغییرات کوچیکی را توی رفتارت ایجاد کنی و وقتی به اون تغییرات متعهد بمونی، عادتهایی را به وجود میاری که ممکنه در بلند مدت نتایج بزرگ و فوق‌العاده‌ای را به بار بیاری. بخش بعدی کتاب عادت‌ها رفتارهای خودکاری هستند که از طریق تجربه اونا رو یاد میگیریم. نویسنده در این بخش کتاب میگه وقتی وارد یک اتاق تاریک میشی، در مورد کاری که باید انجام بدی فکر نمی‌کنی. تو به طور غریزی سعی می‌کنی که چراغ را پیدا کنی. این یه عادته که تو بارها اون را تکرار کردی و حالا به طور خودکار اتفاق میفته. خب شاید این سوال برات پیش بیاد که عادت‌ها چطوری شکل می‌گیرن؟ مغز ما نحوه واکنش به موقعیت‌های جدید را از طریق فرایند آزمون و خطا تشخیص میده. یعنی چی؟ ادوارد تورندیک، روانشناس قرن 19 این موضوع را با آزمایشی که توی اون گربه‌ها
توی یک جعبه سیاه قرار داشتن مشاهده کرد. چطوری؟ همانطور که انتظار میرفت هر کدام از گربه ها بلا فاصله سعی میکردن از جعبه فرار کنند. گربه ها گوشه های جعبه را بو میکشیدن و به دیواره های جعبه چنگ میزدن. بالاخره اون گربه ها اهرمی را پیدا کردند که میتونستن با فشار دادن اون اهرم در جعبه را باز کنن و میتونستن فرار کنن. بعد از این آزمایش تورندیک گربه هایی را که با موفقیت فرار کرده بودند را میگرفت و دوباره آزمایش را تکرار میکرد. خب نتیجه این تکرارش چی شد؟ بعد از اینکه چند بار بازی را تکرار کرد، گربه ها روش باز را یاد گرفتن. یعنی چی؟ یعنی که گربه ها به جای اینکه بیشتر از 1 دقیقه دست و پا بزنن تا بتونن راه فرار رو پیدا کنن، مستقیما به سمت اهرم میرفتن، همون اهرمی که میتونستن در جعبه رو باز کنن. یه گربه معمولی میتونست فقط در عرض 6 ثانیه فرار کنه. به عبارت دیگه خروج از جعبه برای گربه ها دیگه به عادت تبدیل شده. تورندیک به کشف جالبی رسید. اون فهمید رفتارهایی که نتایج رضایت بخشی ایجاد میکنن مایلن تا وقتی به یک فرایند خودکار تبدیل نشدن مدام تکرار بشن. درباره گربه ها این نتیجه رضایت بخش به دست آوردن آزادی یا همون فرار از جعبه بود. مثل گربه های قرن 19 تو هم به راه حل های رضایت بخش برای رفع مشکلات و مخمسه های زندگی برخورد میکنی. خوشبختانه الان یه مقدار بیشتر راجع به ساختار عادت ها اطلاعات داری. عادت ها با یه اشاره یا یه محرک برای اقدام شروع میشن. قدم گذاشتن توی یه اتاق تاریک تحریک میکنه کاری بکنی که بتونی ببینی. مرحله بعد میل شدید به تغییر است. اشتیاق به تغییر توی این مثال توانایی دیدنه. بعد از اون پاسخ ما کاریه که انجام میدیم. اینجا پاسخ ما زدن کلید چراغ است. گام نهایی توی این فرایند و هدف نهایی هر عادت پاداشه. توی این موقعیت که ما چراغ رو روشن کردیم پاداشمون چیه؟ احساس آسودگی از دید محیط اطرافه. همونطوری که شما توی محیط تاریک وارد میشین احساس ترس میکنین، وقتی چراغ رو روشن کردین و اون نور اومد یه پاداشی که همون روشنایی هست به شما میده. همه عادت ها روند مشابهی مثل همین مثال دارن. صبح ها مثلا از روی عادت قهوه میخوری. بیدار شدن یک محرکه که اشتیاقت به هوشیاری را تحریک میکنه. واکنشت اینه که خودت را از تخت بیرون میکشی، یه فنجون قهوه درست میکنی. پاداش تو از تکرار این عادت هوشیاری و آمادگی برای رویارویی با جهان بیرونه. حالا که میدونیم اونا چطوری کار میکنن، بیا نگاهی به این عادتهای مثبتی بندازیم که زندگی ما رو بهتر میکنن. در بخش بعدی کتاب نویسنده میگه ایجاد عادتهای جدید نیازمند محرکهای مقاوم و برنامه‌ای برای پاسخ به اونهاست. یعنی چی؟ یعنی همه ما محرکهایی داریم که عادتهای خاصی را توی ما تحریک میکنن. برای مثال ویبره موبایل محرکی برای تو هست که گوشیت را چک کنی. وقتی فهمیدی محرک خاصی میتونه تو رو به انجام یک رفتار عادتگونه تحریک کنه، میتونی از این دانش برای تغییر عادتهای شخصی خودت هم استفاده کنی. حالا چطوری؟ خب یه راهش اینه که با تغییر محیط اطرافت و محیط عمومی عادتهای بهتر رو تشویق کنی. کاری که آنا توردنیک پزشک مستقر در بوستون انجام داد همین بود. اون میخواست عادتهای خوردن بیمارانش رو بهبود بده. چی کار کرد؟ اومد بدون اینکه از بیمارانش سوالی بپرسه و از اونا بخواد که مثلا بگن آقا چه کار بکن، یک تصمیم آگاهانه گرفت. چطوری؟ اون
برای کافتریای بیمارستان چیدمان متفاوتی ایجاد کرد. در اصل توی یخچال کنار صندوق دریافت وزن فقط نوشابه وجود داشت. کاری که توردنی کرد این بود که آب آشامیدنی هم به اون اضافه کرد. البته نه فقط اونجا، بلکه تو همه ایستگاه‌ها نوشیدنی دیگه آب رو در دسترس گذاشت. توی 3 ماه بعد فروش نوشابه 11% کمتر شد و این در حالی بود که فروش آب 25% بیشتر شد. بیماران انتخاب‌های سالمتری می‌کردن، بدون اینکه ازشون سوال بپرسه میمدن یه عادتی که براشون کسی دیگه تصمیم گرفته بود اونا انجام میدن. همین بود که نوشابه رو کنار میذاشتن و آب انتخاب میکردن. دلیلش چی بود؟ فقط این بود که نشونه ها برای نوشیدن آب به جای نوشابه بیشتر به چشم میومد. بنابراین تغییرات ساده توی محیط ما میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. میخوای گیتار تمرین کنی؟ گیتار رو وسط اتاق بزن. میخوای میان وعده های سالم تری بخوری؟ اونا رو به جای اینکه بذاری توی کشوی سالاد روی پیشخونه آشپزخونت بذار. نشونه های مخصوص به خودت را تا جای ممکن واضح و قابل رویت کن. این طوری احتمال بیشتری هست که بهشون پاسخ میدی. دومین راه عالی برای تقویت محرک ها استفاده از اهداف قابل اجراست. یعنی چی؟ یعنی که ما بیشتر تمایل داریم در مورد قصد و نیتمون به صورت خیلی مبهم حرف بزنیم. مثلا اگر ما میگیم من میخوام رژیم غذایی سالمتری داشته باشم و خیلی راحت امیدواریم دنبال این هدف بریم، یک هدف انجام شدنی و قابل دستیابی طرح روشنی از اعمال را ارائه میده و مشخص میکنه چه زمانی و کجا این عادتی را که تمایل به پرورش اون در خودت را داری انجام بدی. یک هدف انجام شدنی و قابل دستیابی طرح روشنی از عمل را ارائه میده و مشخص میکنه چه زمانی و کجا این عادتی را که تمایل به پرورش اون در خودت را داری انجام بدی. پژوهش‌های انجام شده توی این زمینه نشون میده این روش کار میکنه. مطالعه‌ای روی رای دهندگان آمریکا نشون داده شهروندانی که از اونا سوال شده چه موقع رای میدی و چطوری خودت را به محل اخذ رای میرسونی، نسبت به این که فقط بپرسی ازش آیا رای میدی یا نه، با احتمال بیشتری توی انتخابات شرکت میکنی. اینجا یه راهکار عملی هم برات دارم. فرض کن میخوای عادت دویدن را تو خودت ایجاد کنی. فقط نگو من بیشتر میدوم، بگو روز دوشنبه، چهارشنبه و جمعه وقتی زنگ هشدار خاموش میشه اولین کاری که انجام میدم اینه که وسایل دویدنم را میپوشم و ساعتم را برای 4 کیلومتر دویدن تنظیم میکنم. بعد کفش‌های دویدنت را بذار جایی که جلوی چشمت باشه. در واقع اینطوری هم داری یک برنامه روشن میچینی و هم یک محرک واضح و روشن به خودت میدی و شاید تعجب کنی که این کار چقدر ایجاد عادت دویدن را برات راحت تر میکنه. در بخش بعدی کتاب نویسنده میگه انسان‌ها به امید پاداش انگیزه میگیرن، بنابراین جذاب کردن عادت‌ها بهت کمک میکنه بهشون وفادار بمونی. خارج از بحث کتاب واقعا یه بحث شیرینیه که وقتی براتون توضیح میدم پی به اون میبریم. سال 1954 2 تا دانشمند توی حوزه علوم اعصاب یعنی جیمز اولز و پیتر میلنر آزمایش را برای بررسی عصب شناسانه مفهوم تمایل در موجودات انجام دادند. اونا اومدن با کمک الکترودها جلوی ترشح دوپامین را توی موشا گرفتن. در کمال تعجب موشها میل و اشتیاقشان را به زندگی از دست دادن. همان پاداش چیزی که اول کار گفت. دوپامین حالت پاداش براشون داشت. دیگه میلی به خوردن و نوشیدن و تولید مثل و یا کار دیگه‌ای نداشتن. 2 روز بعد همه موشا از تشنگی مردن. مغز انسان
هورمون دوپامین آزاد میکنه، هورمونی که باعث میشه وقتی کارهای لذت بخشی مثل خوردن یا برقراری رابطه جنسی انجام میدی. جالب اینجاست که حتی وقتی این فعالیت‌های لذت بخش رو پیش بینی میکنی، همون حس خوب حاصل از دوپامین رو تجربه میکنی. این روش مغزت رو به سمت جلو میرونه و تشویقت میکنه که اون کارها رو توی واقعیت انجام بدی. پس توی سیستم پاداش مغز، اشتیاق نسبت به یه چیز برابر با رسیدن به اون چیزه. این سیستم میتونه یه دلیل برای این باشه که بچه‌ها برای عید کاملا خوشحالن. همچنین به همین دلیل که خیال بافی در مورد قرار دیدار آینده خیلی لذت بخشه. علاوه بر این میتونی این دانش را موقع تلاش برای شکل دادن عادتها به نفع خودت به کار ببری. اگر بتونی در راستای چیزی که مشتاقانه منتظرش هستی یک عادت ایجاد کنی، احتمال بیشتری وجود داره که اون عادت را دنبال کنی و واقعیتش رو انجام بدی. یه تکنیک عالی نویسنده برای این کار بهت پیشنهاد میکنه. متصل کردن یک کار به امیال است. این وقتی به دردت میخوره که میخوای یه کار مهم اما ناخوشایند را انجام بدی. تو این کار را به رفتاری مرتبط میکنی که برات جذاب و باعث ایجاد انگیزه به واسطه تولید دوپامین میشه. یه مثال خیلی جالب از این موضوع برات میزنم. رونان بایر، دانشجوی مهندسی توی ایرلند، گرچه میدونست باید بیشتر ورزش کنه، اما با ورزش کردن خیلی حال نمیکرد. عوضش از تماشای نتفلیکس که همون تماشای فیلم‌های مختلف در تلویزیون هست لذت می‌برد. برای همین یه دوچرخه تمرینی را هک کرد و اون را به لپتاپش متصل کرد و کدهایی نوشت که فقط موقعی به نتفلیکس اجازه پخش روی سیستمش را میداد که با سرعت خاصی دوچرخه سواری کنه. با مرتب کردن ورزش با رفتاری که طبیعتاً بهش علاقه داشت، یک فعالیت ناخوشایند را به یک فعالیت لذت بخش تبدیل کرد. نیازی نیست مهندس باشی تا این نکته را توی زندگیت به کار ببری. مثلا اگه میخوای ورزش کنی، اگه واقعا از دنبال کردن آخرین شایعات در مورد سلبریتی ها و اخبار لذت میبری، میتونی خودت را متعهد کنی که فقط وقتی توی باشگاه هستی اجازه خوندن مجلات و اخبار را داری. یه مثال دیگه اینه که اگه دوست داری رویدادهای ورزشی را تماشا کنی، اما باید تماس‌های در مورد فروش داشته باشی، به خودت این قول را بده اگه 1/10 از برنامه‌های تماس کاید را انجام دادی و با مشتریان صحبت کردی، اون وقت میتونی نیم ساعت برنامه ورزشی را تماشا کنی. به زودی این روش حتی ممکنه وظایف غیر جذاب رو برات لذت بخش کنه، چون حین انجام اونا انتظار پاداش لذت بخشی را تماشا میکنی. بخش بعدی کتاب، نویسنده میگه آقا اگه میخوای عادت جدیدی یا توی خودت ایجاد کنی، اون عادت را تا جای ممکن آسون کن. یعنی چی؟ یعنی ما معمولا زمان زیادی از صرف رفتارهای آسون میکنیم. به عنوان مثال، گشتن توی شبکه‌های اجتماعی به هیچ تلاشی نیاز نداره و کار راحتی برای پر کردن بخش زیادی از زمانت است. در مقابل، انجام دادن 100 بار حرکت شنا یا مطالعه زبان چینی به تلاش زیادی نیاز داره. تکرار این رفتارها به صورت روزانه تا زمانی که تبدیل به عادت بشن خیلی سخته. با این توضیحات مشخصه که ایجاد عادت ایجاد رفتارهایی که تا حد ممکن ساده و آسان باشه. خوشبختانه چند تا ترفند وجود داره که ما به کار میبریم تا هر چیز را برای خودمون آسان تر کنیم. اولین کار اینه که روی کاهش استکاک تمرکز کنیم. اگه بخوام مثال دیگه از کتاب بزنم، یه مثال خود نویسنده از خودش زده، میگه آقا همیشه توی ارسال کارت‌های تبریک فاجعه بوده، در حالی که همسرش هیچ وقت مناسبت را از دست نداده و توی هر مناسبتی کارت تبریک یا تسلیت را ارسال میکنه. حالا چرا؟ خب میگه همسرش یه جعبه پر از کارت‌های تبریک توی خونه نگه میداره که این کار باعث شده ارسال کارت برای اعلام تبریک یا تسلیت براش آسان‌تر بشه.
چون وقتی کسی ازدواج میکنه یا تصادفی پیش میاد دیگه مجبور نیست که فقط برای خریدن یک کارت از خونه بزنه بیرون. در واقع اینجا هیچ استحقاقی توی ارسال کارت وجود نداره. به علاوه میتونی از این رویکرد برعکس استفاده کنی، یعنی بیای استحقاق را برای عادتهای بد بالا ببری. حالا چطوری؟ مثلا اگه میخوای وقت کمتری را صرف دیدن تلویزیون بدی، اونو از برق بکش بیرون، باتری ها را از کنترل خارج کن. انجام این کار باعث ایجاد استحقاق کافی میشه تا مطمئن بشی فقط زمانی که واقعا میخوای یه چیزا ببینی تلویزیون رو روشن کنی. دومین ترفند برای آسون کردن یک عادت توی بلند مدت قانون 2 دقیقه است. یعنی چی؟ یعنی راهی برای اینکه هر فعالیت جدیدی را مدیریت کنی. اساس این نکته اینجاست که هر فعالیت که در عرض 2 دقیقه انجام بگیره میتونه به یک عادت تبدیل بشه. مثلا میخوای بیشتر بخونی، به جای اینکه خودت را متعهد کنی هر هفته یک کتاب بخونی، عادت به مطالعه 2 صفحه هر شب را توی خودت ایجاد کن. یا اگه میخوای توی 2 ماراتون شرکت کنی، خودت را متعهد کن که هر روز بعد از کار به سادگی فقط وسایل دویدنت را بپوشی. قانون 2 دقیقه راهی برای ایجاد عادتهای راحت و قابل دستیابی است و این عادتها میتونن تو را به سمت چیزهای بزرگتر هدایت کنن. به محض اینکه کفشهای مخصوص دویدنت را بپوشی، احتمالاً خود به خود از خونه بیرون میزنی و شروع به تمرین میکنی و وقتی 2 صفحه از اون کتاب را خوندی احتمالاً ادامهش میدی. قانون 2 دقیقه میشه شروع انجام کار مورد نظر. اولین و مهمترین گام برای انجام اون کاره. حالا بیا نگاهی به قانون نهایی استفاده از عادتها برای بهبود زندگی بندازیم. در بخش بعدی کتاب نویسنده میگه خوشایند کردن سریع عادتها برای تغییر مؤثر رفتار ضروریه. نویسنده میاد اینجا یه مثال میزنه. در دهه 1990 استفان لوبی، محقق بهداشت عمومی که توی محله از شهر کراچی پاکستان کار میکرد، موفق شد که اسهال را بین کودکان محلی تا 52% کاهش بده، میزان ذات‌الریه را تا 48% و عفونت‌های پوستی را تا 35% کمتر کنه. راز لوبی چی بود؟ یه صابون خوب و قشنگ. لوبی میدونست شستن دست و اصول بهداشتی پایه برای کاهش بیماری ضروریه. مردم محلی هم این موضوع درک کرده بودن. اونا فقط به این عادت نداشتن که دانش و اطلاعاتشون را در زمینه بهداشت عمومی به یک عادت تبدیل کنن. وقتی لوبی با یک شرکت پروکتر و گامبل کار کرد تا یه صابون ویژه را به صورت رایگان در اختیار افراد ساکن اونجا قرار بده، همه چی تغییر کرد. در عرض یه شب شستن دست‌ها به یک تجربه رضایت بخش تبدیل شد. صابون جدید به راحتی و سریع کف میکرد و بوی خوبی هم داشت. یهو افراد اون محله مشغول شستن دست‌ها شدن، چون حالا شستن دست‌ها به یک فعالیت خوشایند و مطبوع تبدیل شده بود. آخرین و مهمترین قانون برای تغییر رفتار خوشایند کردن عادت هاست. این میتونه به خاطر نوع تکامل ما دشوار باشه، اما ما توی دنیای زندگی میکنیم که دانشگاهی ها بهش میگن محیط بازگشت دهنده با تأخیر. امروز توی دفتر کارت حاضر میشی، اما پیام واریز حقوقت را آخر ماه میگیری. صبحا به باشگاه میره، اما همون روز از وزنت هیچی کم نمیشه. با این حال مغز ما تکامل پیدا کرد تا با محیط بازگشت دهنده فوری نتایج که انسانهای پیش از خودمون باهاشون زندگی میکردن مقابله کنن. چون پیشینیان ما در مورد نتایج و بازگشت بلند مدت مثل پسنداز برای بازنشستگی یا تعهد به یک رژیم غذایی فکر نمی‌کردند. اونا روی نگرانی‌های فوری متمرکز شده بودند، مثل پیدا کردن وعده غذایی بعدیشون، جستجوی پناهگاه و هوشیاری کافی برای فرار از شیر یا هر حیوان وحشی که اون نزدیکی کمین کرده. نتایج فوری میتونن عادتهای بد را هم تشویق کنن. سیگار کشیدن ممکنه در عرض 20 سال باعث بروز سرطان ریه در تو بشه. این یعنی تو ممکنه اثرات طولانی مدت رو نادیده بگیری
و توی مصرف سیگار زیاده روی کنی. این توضیحات نشون میده که وقتی داری عادتهایی با نتایج بلند مدت برای خودت میسازی، باید سعی کنی لذتهای فوری رو هم بهشون بچسبونی. با یه مثال این ماجرا رو تشریح میکنم. زوجی که نویسنده در کتاب اونا رو میشناسه میگه که میخواستن کمتر غذای بیرون بخورن و بیشتر غذای خودشون را توی خونه بپزن تا سبک زندگی بهتر و سالمتری داشته باشن و در عین حال توی هزینه هاشون هم صرفه جویی کنن. برای انجام این کار اونا یه حساب پس‌انداز به نام سفر به اروپا باز کردن و هر بار که از خوردن غذای بیرون منصرف می‌شدن $50 به اون حساب واریز می‌کردن. حس رضایت کوتاه مدت از دیدن $50 واریز شده توی حساب پس‌انداز لذت آنی مورد نیاز اونا رو توی مسیر پاداش نهایی و طولانی مدت فراهم کرد. هر چقدر هم که ما عادت‌ها رو برای خودمون لذت بخشتر کنیم، باز هم ممکنه نتونیم به طور دائمی حفظشون کنیم. پس بیا نگاهی به این مسئله بندازیم که چطور میتونیم به اهداف و نیت‌های خوب خودمون وفادار بمونیم. در این بخش کتاب نویسنده میگه چارچوبی برای حفظ عادت‌هات بساز و توی این راه از ردیاب‌ها و تعهدنامه کمک بگیر. توضیح میده نویسنده، میگه آقا چه بخوای مذلت را بنویسی و چه سیگار کشیدن را کنار بگذاری، مدیریت رفتار خودت میتونه سخت باشه. خوشبختانه چند معیار ساده وجود داره که میتونه بهت کمک کنه. ردیابی عادت یک تکنیک ساده اما موثره. خیلی از مردم عادتشون رو ثبت میکنن. یکی از معروفترین اونا بنجامین فرانکلینه که اون از سن 20 سالگی دفترچه‌ای داشت که توی اون پایبندی به 13 فضیلت شخصی را ثبت کرده بود. فهرست فرانکلین شامل اهدافی مثل دوری کردن از گفتگوهای بیهوده و انجام یک کار مفید به صورت همیشگی بود. اون هر شب موفقیت‌هاش را یادداشت می‌کرد. تو هم میتونی با یه تقویم یا دفترچه یادداشت روزانه ساده یه ردیاب عادت برای خودت ایجاد کنی و هر روز به رفتارهای انتخابی خودت وفادار بمونی. مطمئناً تاثیر این کارا میبینی، چون ردیابی عادت خودش یک عادت جذابه و رضایت بخش. پیش بینی و خط زدن روزانه فهرست کارها توی دفترچه احساس خوبی داره. این کار انگیزت رو توی انجام اون کار را حفظ میکنه و باعث میشه بیشتر دلت بخواد انجامشون بدی. تکنیک دوم ایجاد یک تعهدنامه عادته که اگه موفق نشدی عادت را انجام بدی، عواقب منفی را برات به همراه داشته باشه. برایان هریس یک کارآفرین از نشویل تعهدنامه عادت خودش را خیلی جدی گرفت. توی تعهدنامه‌ای که خودش و همسرش و مربی شخصیش امضا کرده بودن، اون متعهد شد که وزنش را به 90 کیلو کاهش بده. بعد عادت خاصی را شناسایی کرد که توی رسیدن به اون هدف بهش کمک بکنه. مثلا ردیابی روزانه مصرف غذا و وزن کردن هفتگی خودش. بعد هم برای انجام ندادن این کارها مجازات‌هایی را تعیین کرد. مثلا اگه میزان دریافت کالری را ردیابی نمی‌کرد، باید $100 به مربیش جریمه میداد. اگه توی وزن کردنش ناموفق بود، $500 به همسرش بدهکار میشد. این راهبرد در نهایت جواب داد که نه تنها به خاطر ترس از دست دادن پول، بلکه ترس از دست دادن چهره خودش پیش 2 آدم مهم زندگیش بود. انسان‌ها حیوانات اجتماعی هستند. ما به عقاید اطرافیانمون نسبت به خودمون اهمیت میدیم. برای همینه که دونستن اینکه کسی تو رو زیر نظر داره میتونه محرک قدرتمندی برای موفقیت باشه تأثیرگذاره. پس برای خودت یه تعهدنامه عادت درست نکنی، حتی اگه تعهدنامه تو به اندازه هریس دقیق نباشه، ایجاد تعهد پیش شریک زندگی یا بهترین دوستت یا یکی از همکارانت را مد نظر داشته باش. اگه سر مجموعه‌ای از پیامدها برای موفق نشدن به توافق برسی، به احتمال زیاد به عادتها پایبند میمونی. همانطور که دیدیم پایبندی و وفاداری به یک عادت مثبت هرچند کوچیک، راه مطمئنی برای رسیدن به چیزهای بزرگ توی زندگیته. خلاصه کتاب عادتهای اتمی میخواد اینا بگه که یه تغییر کوچیک توی رفتار زندگیت را یه شبه تغییر نمیده، اما اگه این رفتار را به عادتی تبدیل کنی که هر روز اون را انجام بدی،
قطعا میتونه به تغییرات بزرگی منجر بشه. تغییر زندگیت به معنای پیشرفت‌های بزرگ یا متحول کردن کل زندگیت نیست، بلکه در واقع ایجاد یک سیستم مثبت از عادت هاست که در صورت ترکیب شدن همه این عادت ها با هم نتایج قابل توجهی در انتظارت هست. توصیه کاربردی: از اتصال عادت برای ایجاد رفتارهای جدید استفاده کن. اگه میخوای یک عادت جدید توی خودت ایجاد کنی، میتونی او را به یک عادت موجود وصل کنی. مثلا میخوای مدیتیشن کنی اما نمیتونی زمان کافی برای انجامش توی برنامه‌ت پیدا نمی‌کنی. سعی کن در مورد کارهای ساده روزمره‌ای که انجام میدی مثل نوشیدن قهوه موقع صبح فکر کن. بعد عادت مدیتیشن را به خوردن قهوه صبحانه متصل کن. خودت را متعهد به انجام مدیتیشن بعد از صرف قهوه صبحانه‌ات کن و عادت جدید را بر مبنای حرکت طبیعی که از یک عادت قبلی میاد بساز. با توجه به اینکه عادت‌های اتمی یک کتابیه که اصلا خلاصه گفتنش فقط مقدمه‌ای میشه که شما به اون کتاب بخونید. اگه شما در مورد عادت‌های خوب و بدی که در زندگیتون تجربه کردین تجربیاتی دارین، با کامنت گذاشتن تجربیات خودتون رو به اشتراک بگذارید. امیدوارم که این خلاصه کتاب برات مفید بوده باشه. من یعنی رضا دادخواهی از طرف تیم بچه‌های رادیو ویزو فعلا ازت خداحافظی میکنم و برات آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدار.